عکس‌های دیروز، مردان بی ادعا. تغییر و گذشت زمان بسیار سریع در عکس‌های امروز. قاب‌هایی که عکاس جنگ سعید صادقی آنها را دوباره بازآفرینی کرده. اما ما به دنبال سرگذشت این 5 نفر. پیرمرد 70 ساله در کنار 4 نوجوان، عکسی بسیار دیده شده. حالا پس از 35 سال بیخبری این رزمندگان بسیجی از یکدیگر، می‌خواهیم دوباره خاطره این عکس را زنده کنیم. اینجا در بن، زادگاه پیرمرد. اون چای بخورید، سرد نشه، بخور. شغل کشاورزی بودم، کشاورزی میکردم، میکردم تلویزیون نشون میداد، میگفت که از خرمشهر نمیدونم چند تا دختر عراقی بردن. من این نشنیدم، رفتم گفتم مرده برن جنگ. رفتیم عملیات خیبر، همون یه سوار شدیم قایق، یه خبرنگارم سوار شد پلما. این عکس گرفته بود برده بود تهران. نمیاد قایق اومدن، یادش بخیر، یادش بخیر. خوش آمدید. آقای نیازی چی شد 35 سال هم دیگه رو ندیدین شما، ولی عکستون همه جا بود؟ توفیق نداشتیم ما، یعنی به لحاظ اینکه دور بودیم. من کردستان بودم، آقای ایدر شیراز بودن، برادرای دیگه که انشالله برن توران الان میرسن بلداجی بودن، حاجی مقدر اصفهان بود. پذیرش این همه تغییر برای حاج علیقلی علی بیگی کمی دشوار است. نیازی این آقای ایدره، حاجی رضا قلیه. بقیه رو چند بار دیدین؟ چه شکلی شدن؟ ندیدمشون کلی. حاج علیقلی فکر کنه الان چه جوری باشه؟ پیر شده دیگه. پیر که بود؟ بله اون موقع پیرترین همون بود. پیرترین و جوانترین هم ایشون بودن. چند سالتون بود شما؟ با 14 سالم بودم. یا الله. سلام علیکم. آقای حسینی سلام علیکم. آقا بشیر. هر روز دنبال این امروز بودیم. عکسی هم که می‌بینید من اون زمان که اعزام شدیم چون سنمون کم بود با شناسنامه داداشیم رفتیم، ولی در اصل تو این عکس سعیدم ولی اسمم بشیر. کشتی می‌گرفتم اون موقع، کشتی بودم. در عملیات خیبر من 16 سالم بود. کلاه رو دارمش با پلیور قرمزه، همیشه نگرش داشتم. ارزش کار این رزمندگان بسیجی نه در یک لحظه مکس در این عکس، بلکه از ناگفته های بعد از آن است. این 5 نفر نخستین رزمندگانی بودند که با حمله به قلب دشمن بسی در دجله وضو ساختند. این خبر ناباورانه صحنه جنگ را در سال 62 تغییر داد. وضوشون رو دجله گرفتن، یادتونه از اون لحظه ای که اکنون آنها در عصر رواج کاخنشینی در سنگر زندگی کوخنشینی را همچنان افتخار بسیجی می دانند. هیچ طلبی ما از نظام نداریم و به زندگی عرض کنم که شرافتمندانه و معمولی خودشون دارن ادامه میدن. سنگران بغمید لشمت رارید دویا وقت جنگ دویا ناصر اکبرپور، خبرگزاری صدا و سیما، بن 4 محال بختیاری.